3 سیاست زنونه بهت یاد میدم بین خودمون بمونه. اولین سیاست یک زن باهوش این هستش که همه رازها و رمزهای خانوادگیش رو توی دایره نمیریزه به مردش تعارف کنه. یادت باشه بعضی از مردها جنبه شنیدن رازها و رمزهای زندگی شما و خانواده‌تون رو ندارن. 4 روز دیگه همینا میشه پتک، 2 دستی میکوبه تو سر خودت، اذیت میشی. یا همه چیز رو نگو، یه سری چیزا رو برای خود نگه دار، معماش و حلش آسان شود. پس رازها رو برای خودم نگه دارم. دومین سیاست زنونه، جز دسته زنهایی نباشید که برای خودشون ارزش قائل نیستن و برای مردشون بیا ببین چه نوشابه‌ای باز میکنن. مثل بعضی از مامان هامون وقتی میخوان برای مردشون یه خوراکی رو بیارن، گل اون خوراکیه رو میارن. اگه قرار شد برای مردت چای بریزی، هر جایی که بودی سعی کن 2 فنجون خوشگل خونه رو برداری، تو اون 2 چای بریزی، خودت هم کنارش بشینی و خیلی ریز و زیرپوستی اینجوری به طرف مقابلت بگی منم اندازه تو ارزشمندم و دوست داشتنیم، خودم رو دوست دارم. نه مثل بعضی از آدم ها که برای مردشون تو بهترین فنجون میریزن، خودشون یه دونه از این لیوان دسته‌دار فرانسوی‌ها دارن، میگن آخه تو این بیشتر چای مزه میده. چای بیشتر مزه میده ولی طعم تو دهن این مرد خیلی تلخ میشه بعد از یه مدتی. سیاست سوممون، جز دسته زنهایی باشید که کنترل کردن رو به شکل نامحسوس انجام میدن. مردا از کنترل فراری هن. مرداتون رو کنترل نکنید. قرار نیستش توی رابطه عاطفی شما بشید پلیس، مواظب باشید اون کجا میره، با کی میره، چه جوری میره. اگه نگرانم هستین بذارید من بهتون بگم چیکار کنید که متوجه بشید کجا هست، کی میاد و چه کاری داره انجام میده. آخه بعضی از ماها گوشی تلفن رو برمی‌داریم، زنگ میزنیم محل کار شوهرمون، بعد میگیم سلام کجایی؟ میگه مگه کور بودی؟ دفتر رو گرفتی دیگه. دفترم تازه بهشم برمیخوره. ولی من میگم یه زن با سیاست باهوش وقتی گوشی رو برمی‌داره میگه سلام، دلم برای صدات تنگ شده بود، دلم پر میزنه برای شنیدن صدات. اینجور وقتا حتی اگه مشغولم باشه میگه قربونت برم، میدونی که سر کارم خیلی مشغولم، شب زود میام خونه. این سیاست‌ها رو یاد بگیری، خیلی از مسائل حل میشه.